به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، تاریخ و شنیدن روزگار گذشتگان به هر انسان پسندیده و چیزی شوق آور است. باز اگر آن گذشتگان بزرگترین بزرگان تاریخ باشند، قصه آنان باز مفیدتر، پسندیده تر است. باید دانست که بزرگترین بزرگان تاریخ پیامبرانند. انسان مؤمن میباید از این ببالد، افتخار داشته باشد، احساس عزت نماید که پیروی پیامبران است، پیروی حقیقی پیامبران است و نسبت این بزرگواران عقیده صحیح دارد، آنها را درست میشناسد. بینندگان گرامی، نباید از پیامبران فاصله گرفت، بلکه میباید با آنها از نزدیک آشنا شد. زیرا بزرگتر از آنان، خردمندتر از آنان، دانشمندتر از آنان، موفقتر از آنان کسی نیست. شخصانی که چنین صفت دارند البته ارزنده شناخت، ارزنده آشنا شدن، نزدیک شدن و ارزنده دوست داشتن و پیروی کردنند. چیزی دیگر که می باید دانیم این است که پیروی از پیامبران چیز اختیاری نیست. این اختیاری نیست که خواهیم اگر پیروی نماییم، نخواهیم اگر نه، بلکه خداوند این پیامبران را برگزیده، آنها را به سوی بشریت فرستاده، با آنها کتاب نازل کرده، آنها را به شیوه مخصوص تربیه کرده و کمال رسانیده تا معلمی بشریت باشند، تا انسانیت به آنها پیروی کند، تقلید آنها کند، درس آنها را پذیرد و آنگونه که آنها راهنمایی میکنند زندگی کند، عمر به سر برد. پس تقلید پیامبران، پیروی پیامبران از مهمترین فرایض دین است برای هر مسلمان. و تقلید و پیروی از کسی آنگونه که مقرر است، معروف است، تنها در آن صورت حاصل می گردد که کس آن طرف را، جانبی که می خواهد او را تقلید کند، شناسد. دوستداری نیز آنگاه حاصل می گردد که انسان دوست داشته اش را شناسد. شخص ناشناس را نمی توان دوست داشت. پس برای حاصل گشتن محبت نسبت پیامبران، برای حاصل گشتن پیروی از آنان، شرط ضرور است که انسان پیامبران را شناسد. پیامبران را باید شناسیم تا مثل امتان دیگری که از پیامبرانشان بیگانه شدند و در انحراف و ضلالت ها قرار گرفتند نگردیم. اقوامی که از هدایت پیامبرانشان فاصله گرفتند، از هدایت آنها غافل شدند و به مشکلات اخلاقی، عائلوی، اجتماعی، به پسترین انحطاط اخلاقی رسیدن و پیش از اینکه به جهنم آخرت روند، زندگی دنیای خود را به جهنم تبدیل دادند. روزگار خود را به ظلمات، به تاریکی مبدل ساختند. از اینکه از پیامبران بیگانه شدند، از اینکه از هدایت پیامبران رو تافتند. پس می باید پیامبران را شناسیم، از هدایت آنها پیروی نماییم تا مثل آنگونه اقوام نگردیم. شناخت پیامبران دانش اساسی، دانش مهمترین و پیروی آنان فریضه دین است. دوستان عزیز، پیوندی حاصل نمودن با پیامبران بزرگترین پیوند، موفقترین کار، بزرگترین دستاورد است. بالاتر از این دانش دیگر نیست. والاتر از این معرفت نیست که انسان نسبت پیامبران علم و معرفت حاصل کند، نسبت هدایت آنها، نسبت تعلیمات آنان، نسبت درس آنان علم آموزد، معرفت حاصل کند. این والاترین علم و دانش و معرفت است. زیرا این پیوند انسان را به سعادت ابدی میرساند. زیرا این پیوند انسان را به نعمت همیشگی در عالم آخرت سرفراز می‌گرداند. پس هر کی می‌خواهد در زندگی مطابق به دستورهای آفریدگارش عمر برد، هر کی می‌خواهد در آخرت به سعادت ابدی رسد، می‌باید با پیامبران نزدیک شود، آشنا شود، تعلیمات آنها را آموزد و پیروی کند. پس دوستان گرامی، بیایید با پیامبران باشیم. بیایید توسط این سلسله برنامه‌ای که از پیامبران حرف میزند، داستان آنها را نقل میکند، با آنها آشنایی بیشتر حاصل نماییم تا با آن همه ثمره نیکی که آشنایی با پیامبران، دوست داشتن پیامبران، پیروی پیامبران دارد، آن ثمره ها را
حاصل نماییم. دوستان گرامی، در حلقه های قبلی این سلسله برنامه که نامی با پیامبران را دارد، دقیق‌تر در 10 حلقه درباره انسان نخست پدر بشریت حضرت آدم علیه السلام نقل کرده بودیم که اون 10 حلقه در این یوتیوب کانال دسترس است، میتوانید تماشا کنید. اما در برنامه امروز و چند برنامه دیگر درباره پیامبر دیگر، پیامبر نوح علیه السلام قصه خواهیم کرد. درباره شخصیت او، درباره دعوت او، درباره صبر طولانی او، درباره قوم سرکش او، درباره طوفان او و سفینه او و درباره نهایت اهل کفر و اهل ایمان نقل خواهیم کرد. دوستان عزیز، داستان نوح نبی علیه السلام داستانی پر عبرت است. نوح علیه السلام اولین پیامبر است که از جانب قومش رنج و اذیت دیده است. پس برای شناخت راه دعوت حیات حضرت نوح خیلی درس بزرگ است. برای آشنا شدن با طبیعت این راه، خصوصیت‌های این راه را شناختن، به حیات نوح علیه السلام می‌باید نظر کرد. داستان مبارزه حق با باطل، داستان استواری صاحب هدف در هدفش، داستان صبوری در راه دعوت، در راه خدا. نوح علیه السلام دوستان عزیز پیامبری است که با یکی از سرسخت‌ترین قوم‌های روی زمین روبرو شده. با عقاید باطل آنها، با عنعنه‌های زشت آنها مبارزه برده. مبارزه این پیامبر بزرگ نه 10 سال و نه 20 سال بلکه 950 سال ادامه یافته. قوم سرکشی که خداوند آنها را از قوم عاد و ثمود سرکشتر و ظالمتر گفته. خداوند عزوجل در سوره نجم فرموده: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. یعنی او خداوندی است که قوم عاد و قوم ثمود را هلاک کرد و از آنها کسی را باقی نماند. و اینچنین خداوندی که قوم نوح را، قوم سرسخت نوح را که پیش از عاد و ثمود بودند هلاک ساخت. آن قوم نوح که از عاد و ثمود دیده ظالمتر و در سرکشی شدیدتر بودند. داستان نوح علیه السلام داستان پیدایش عنعنه زشت بتپرستی است. یعنی چگونه این عنعنه زشت و این فعل قبیح و این بدترین معصیت در روی زمین چگونه پیدا شد، در داستان نوح علیه السلام خواهیم دید. نوح علیه السلام پدر دومی بشریتند، چنین لقب دارند. زیرا پس از آن که طوفان رخ داد و حضرت نوح با آن مؤمنان اندک که دوباره روی زمین فرآمدند، آن مردمان فوتیدند و حضرت نوح با همسر و فرزندانشان باقی ماندند و آن نسل هایی که در روی زمین زیاد شد از نسل حضرت نوح بود. بدین خاطر در قرآن در سوره صافات خداوند فرموده: وجعلنا ذریته هم الباقین. ذریه او را، نسل او را در روی زمین باقی گذاشتیم. از این سبب که داستان حضرت نوح پر از درس و عبرت‌های ایمانی و دعوی است، نام بزرگ او در قرآن 43 مراتب ذکر گشته است. حتی یک سوره مخصوص به نام او نامگذاری شده، سوره نوح، که از دعوت او و مناسبتش با قومش و مناسبت قوم او با او نقل می‌کند. پس بیایید بینندگان عزیز به حیات نوح علیه السلام نظر نماییم. دوستان عزیز، پس از گذشت 10 قرن از فوتیدن پدر بشریت حضرت آدم، اهل عالم با آن تعداد اندکی که در روی دنیا مردمانی که زندگی میکردن همه به یکتاپرستی بودند، همه آیین اسلام داشتند، یکتاپرست بودند، خدای یگانه را پرستش میکردند. امام ابن حبان در صحیح خود و اینچنین امام حاکم در مستدرک از روایات ابو امامه باهلی آوردند که ان رجلا قال يا رسول الله انبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قال فكم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. یعنی مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: ای فرستاده خدا، آیا آدم علیه السلام پیامبر بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله، به او وحی میشد. آن مرد باز پرسید: میان آدم و نوح چند مدت بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند 10 قرن بود. در مستدرک حاکم نیز از روایات صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس آمده که ایشان میگفتند کان بین نوح و آدم 10 قرون
كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين و منذرین. یعنی میان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام 10 قرن بود. همه اهل آن 10 قرن بر شریعت حق بودند، یعنی بر دین اسلام بودند. سپس اختلاف کردند، یعنی دینهای گوناگون ایجاد کردند که در نتیجه خداوند عزوجل به سوی آنان پیامبران فرستاد که بیم دهند و مژده دهند. پس بعد گذشت این 10 قرن چگونه بتپرستی پیدا شد؟ داستان پیدایش بتپرستی چنین بود که پیش از دوران حضرت نوح بزرگانی که در میان قومشان صاحب علم و دانش و معرفت بودند، از جایگاهی بزرگ و والا برخوردار بودند، از دنیا گذشتند. شیطان به مردم آن جامعه وسوسه کرد که شما به خاطر وفاداری از این بزرگانتان که از دنیا رفتند و خاطر یادگاری از نام بزرگ آنان میباید مجسمه ها از آنها سازید و نصب کنید تا آنها را ببینید و به یاد بیارید. و آن مردم چنین هم کردند. از آن بزرگانشان مجسمه ها تراشیدند، هیکل ها ساختند و هر جای نصب کردند. چون نسل های دیگر آمد، آن مجسمه ها را واسطه بین خود و بین خدا خواندند که آنها برای ما پیش خدا شفاعت میکنند. و چون نسل های بعدی آمد، خود آن مجسمه ها را خدا گفته پرستش کردند. از این است که شریعت اسلام هیکل سازی و هیکل تراشی را ضد است، زیرا وسیله پیدا شدن عنعنه های شرکی میگردد. ما شما میدونیم که بعضی مردم چگونه پیش بعضی درخت ها میروند، نزد بعضی مزارها میروند، از آنها شفا میخواهند، فرزند میخواهند. یعنی شریعت اسلامی انتظار نمی شود که کفر و شرک پیدا شود سپس حکم خود را صادر کند، بلکه پیش از ظهور کردن منکر چاره اندیشی میکند که پیدا نشود. بنابراین ضد این نوع خرافات است که شخصی از درخت شفا خواهد یا فرزند خواهد یا از قبر یا از مزار. بنابراین بتپرستی به چنین شیوه در روی عالم ظهور کرد و این عنعنه زشت را ابلیس میان مردم رایج کرد. خدای یگانه الله ذوالجلال از ذهن جامعه فراموش شد. خداهای آنها همان مجسمه ها گشتند. در میان این جامعه بتپرست عقیده‌اش فاسد گشته کودکی به دنیا آمد که نوح نام داشت. این کودک میان این جامعه بتپرست به واقع رسید، اما خداوند او را از عقل و خرد و فهم مخصوص برخوردار ساخته بود که این کودک از خردسالی علیه عنعنه و عادات زشت این قومش را کار ناپسند می شمارید. او تعالی نوح علیه السلام را برگزید و پیامبری انتخاب کرد و رسالت الهی را برایش بخشید. جبرئیل امین را که مسئول رسانیدن پیام الهی برای پیامبران است سوی او فرستاد و او را پیامبر انتخاب کرد و به سوی این قوم فرستاد تا آنها را از شرک به توحید خواند، تا آنها را از ضلالت و گمراهی به هدایت بیاورد. پس حضرت نوح میان این جامعه به دعوت الهی، به دعوت به سوی توحید یعنی یکتاپرستی آغاز کرد. این قوم با حضرت نوح چگونه برخورد کردند و ادامه داستان حیات او چی شد در برنامه‌های بعدی خواهیم دید. در حفظ و امان خداوند باشید.